دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون شهابیلیتی. و ما دیشب یه ابرکفور سنگین شدیم از یک سری ویدیو فریستایل های جدید که شما برای ما فرستادین. یعنی من همیشه یادتون باشه یه 10-15 ویدیو 10 دقیقه‌ای، یعنی 10 دقیقه فریستایل برای شما پخش می‌کردم و میگفتم اینو ندیدی، اونو ندیدی، اینو ندیدی و شما گفتین داداش چی داری میگی و ما همه رو دیدیم و اونا به پایان رسید و من فکر کردم واقعا تموم شد. شما چند سری ویدیو جدید فرستادین که بابا اونا که چیزی نبود و ما این همه فریستایل های دیگه داریم و من نمیدونم، من احتمال میدم که امیر تتلو در 1-2 سال گذشته به قبل خیلی تمایل به وکال خونی و خیلی تمایل به موزیک و اینها داشت، چون که اخیراً که توی این 1.5 سال که من دنبال میکردم انقدر فریستایل نبود و این همه فریستایل. بریم یه سریشو با هم دیگه در این ویدیو مفصل ببینیم و آنالیز کنیم. بریم. من هر وقت که چشم کردم بودم انگار تو برزخ، نه راه پس نه پیشم اشیه و بغل. این چی بود؟ چقدر یهو فرق کرد آکورد دوم. گوش کن، اصلا با همه آهنگایی که تا حالا از امیر تتلو شنیدیم این ملودی فرق کرد یهو. که چشم کردم بودم انگار تو برزخ، نه راه پس نه پیشم اشیه و بغل. چه آهنگیه؟ هر تو پرت زدم. قبلا گفته بودیم این ویبراتو اصلا مرسوم نیست که ولی مال امیر تتلو که میفته روی میشینه خیلی سیگنچر تور میشه و خیلی باحال میشه. من هر وقت عجیبه که چشم کردم بودم انگار تو برزخ، حالا نه راه پس نه پیشم اشیه و برق. اسم ترک چی؟ برزخه؟ اون بود یادون اسم شب دو بود ولی متنش شب که میشه بود. زشت ما حتی پرت هدف. خیلی خفم. تو خواستی پا بگیری پر زد و میده، دلت همه برزخ خونیده. فکر کنم برزخ بود. خیلی خفن بود، خیلی عجیب بود. اصلا این خط ملودی وکال تا ندیده بودم. خوبم اجرا کرد. هم پارت کورس خونیش که اون فکر کنم اون تیکه همون خیلی آکورداش عجیب و غریب بود و خیلی نامأنوس بود و پارت رپ خونیش هم خیلی پارت غربی خونیش اکسنت و کلمات رو یه جوری شکونده بود که فاز غربیت باحال بود. بریم بعدی. و ما با تو رو فریستایل هیچ وقت نداشتیم. باریکلا. بریم ببینیم. دلت همه برزخ خونیده. آفرین. باریکلا. خیلی قشنگتر از اینی که داره میخونه، خیلی کوکتر، مشتیتر، بهتر از فکر کنم گورجستان اینو خونده بود که اوت آف تیونینگ زیاده. چه تحریرهای خوبی انتهای کلمه داد. نمیدم دست احدیاتو فردا، نمیگیره هیچ کسی جا تو. باریکلا. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. بریم بعدی. خیلی خوب بود. تا میفهمی جدیه وسط شا میزنی، بعد میگی دیوونمی چه حرفا میزنی، تو نمیفهمی. خیلی فرق داره با گیتارشون. ویدیو خیلی قدیمیه احتمالاً. اگه تو با من بمونی عاشق ترینم عزیزم، اگه بگی
اینم مال امیر تتلوه یا کاور داره میکنه؟ چون خیلی فضاهای لس آنجلسیه. آکورد دوم شبیه لامینور می ماژور ترش بود، درجه پنجم ماژور، یه فضای لس آنجلسی شد. من در امیر تتلو این تیپی تا حالا نشنیده بودم. پاپ قدیمی. شادمهر هم از اینا زیاد داره. کلا صداش اینجوری بود، یادتونه؟ قدیم یاد شما که قطعا یادتونه. باحالتر شده، صدا رو حنجره رو پایین‌تر آورده، به سلیقه من باحالتر. اینجا صدا ذره زیرتره، حنجره پایینه یه مقداری، حنجره بالا یه مقدار تیزی داره. بمی اخیر رو من بیشتر دوست دارم. شبیه شهرامکی و کاشانی، لس آنجلسی پاپ بود. اگه تو با من بمونی عاشق‌ترینم عزیزم، اگه بگی فردا میری امروز میمیرم عزیزم. شبیه فضاهای لا مینور می ماژور ره مینوره. میگیرین چه فضایی؟ اگه بخوای چراغ روشن شد. این مال خودشه و ترک های قبلیش فاز پاپ داشته. این مال خودشه. خیلی فرود زیبایی بود. دیوونه خیلی فرود باحالی بود، خیلی انتخاب نوت زیبایی بود. یه لگاتو مینور پنتاتونیک داشتیم. باحاله. فالستو، باریکلا. دومین بار از امیر تتلو فالستو میشنویم. یکیشو 6-7 ماه پیش شنیدیم، یادتونه؟ قدیم خیلی خوش تکنیک میخوند. حالا با دیستورت داریم میشنویم، یعنی یه کار پاپ آرنبی ملو ترکیبی باحال. خیلی خوب خوند، آفرین. خوش سنس. خیلی خوش ریتم، خوش سنس، خوش اکت. اجزای لغات خیلی خوب سنس داده شده و خوش تکنیک. باریکلا. یه پاپ آرنبی ریز لاکار. دیستورتو دیدین چه فالس کورد اسکریم ریز. حالا مال ریز نبود ولی مالشون ریز. دیوونه حنجره اومد پایین که حجم بده. خیلی خوش تکنیکه، آفرین.
خیلی خفن داره فالستو رو. چه سویچ زد به هد وایس، چستو کرد هد، میکس هم نه. هد وایس دیگه اینا رو ما هد وایس. وقتی من این الان چسته و میکس بینش و اینا دیگه هد وایس دیگه. یعنی از سر دارم من میخونم. دیدین چجوری سویچ تمیزی زد هد وایسو؟ گوش کن. با خیلی خوبه. چقدر فرق کرده و امیدوارم که این داستان رو تموم شه برگرده با یه پک خوانندگی، یه وکال کوچ بمبی دوباره برگرده به اوج کار خوانندگی. این شما نگاه کن چقدر خفنه. چقدر خوشگله. کیف کردیم. کیف کردیم، واقعا کیف کردیم، واقعا حال داد. اصلا یه ذره شما حساسیت فصلی میشین کج کله بشین و اصلا همش ملتهب تور بودیم، اصلا ابر کیف شد. خیلی باحال بود واقعا. آفرین، تبارک الله واقعا. به به، اگه کپی رایت نخوره با تو. خب این تهرانه دیگه، درست میگم؟ چون این استودیو رفتم توی جردنه، درست میگم؟ آره دیگه. آره دیگه، اونم چقدر جالب، چه دنیایی. خب اینجا الان بند واقعا نسبت به بند کنونیش واقعا نتونستن کارا رو در بیارن. اون پیانیست اصلی در واقع بند کنونی امیر تتلو آقا مجتبی کوردا رو چجوری تعویض میکنه، پاساژ میذاره لایه بین سرمیزانها و چقدر سنس خوبی منتقل میکنه. اینجا خیلی ساده است. که فقط مال منه، میخواد نمیدم دست احدی و تو هیچ کسی جا تو خیلی این ترک زیباست. من یه بلایند دیت گرفته بودم، حالا اونجا کات شد یا موند که پرسیدم که چه موزیکی رو هدیه میدی به پارتنرت اگه بخوای هدیه بدی. پسره گفت با تو تتلو. و دختره گفت اینو که همه یه دور به دختر رو هدیه میدن. مثل این که خیلی ترک شاخیه در زمینه لاو که همه پسرها یه دور هدیه دادن به دخترها. آفرین، لگاتو تمیز. بیسیس خوب اومد پایین. میشه که ساعت ها واقعا تنها به خیالم میشی. فقط تمپوش یکم پایینی.
سولو گیتار رفته سولو ویولون شده. نمیشناسم اینا رو هم. ایرانه دیگه. خاطر دارن همه دیگه، قلب تو دور از منه دیگه. اونه که آخه بی معرفت نه اونه فریستایل اونه. شده مصرفتنه. خیلی اینو دوست داشتم، خیلی غمگینه. هر وقت که بودی همه چی قشنگ شد، تو الحق که خوبی قلبم. بنده خدا دقت کنید 200 سری تمرین کنسرت گذاشت ولی کلا مثلا 5 سری کنسرت داد. هر سری یه بار به هر دلیلی کنسلی خورد. عجب وحشی حال من، برو و سر به این خونه نزن، تو رو عزیز جونه قسم. عجب حالم گرفته است و عجب. اینم که جدیده. این جدیده؟ چرا من ندیده بودم؟ تو همین خونه آخری هم هست. چه باحاله. ابراهیمه. میای ایران دلت برای استانبول تعیین میشه، میری استانبول دلت برای ایران تعیین میشه. و یه آلاخون والاخونی کلن اونایی که مهاجرت میکنن دارن از نظر روحی و حالا همه مدل. به من چه کی مرد، کی باخت کی برد، کی گرفت سی مرغ اینطور بیزق، کی اومد رو بیل برد هر کی اومد یه دل واقعا داره گریه میکنه. اولش هم شد گریه امیر تتلو تو فریستایل خورد. به من چه اون چشه، خودش خواست که تو چشه، خودش خواست سوجشه، زیادی ول بپری بدن حق داره کوفتشه، اون خودش خواسته کوفتشه. به من چه لعنتی حال من چطور خوب بشه. خیلی باحال. خب ما قبلا هم دیده بودیم با هم دیگه سر این موضوع با هم کلی صحبت کردیم که امیر تتلو فریستایلش انگار ریکورد استودیویشه. هر بار که اصلا میره برای خوندن تمام احساسشو میریزه. به فقط یه گلگی که ما داریم از ایشون اینه که رو همه ترکاش کپی رایت نان ریلیز بعضا بلاک گذاشته. خب باید فریوز مثلا یه چیزی داریم مثل فریوز برای افرادی که حالا ریاکشن میکنن و اینها ایشون برداشته. ببین همه این ترک ها رو راحت بی دردسر ریاکت میکردیم دیگه. آشنا که هست صداقت نیست، ریکورد وکال. این سکوتم از رضایت نیست. آفرین. دلت خونه چشاتم خیست، بغضت 19 گریه هاتم 20. نفسم هست هوا نیست. خیلی پارت باحالی بود. خیلی پارت باحالی. ریکوردش رو داریم میشنویم، یعنی پروسس نشده. هیچ نوری تو شبا، حالا این دیگه پروسس شد. تن من هست دوباره ریل. نیست. آفرین. هیچی این اولا نیست. آفرین. خیلی تمیز بود. خیلی تمیز بود. واقعا ریکورد ریلش هم شنیدیم، خیلی تمیز بود. در میگن نری تو باز پرس تو نیستا، دیدم بهتر حال روزشون که میکشید شاپوست تو 20 سال مردمانه بیه. اینو شنیدیم. کبوت موزیکش غم درگیر مردمانه بیهش
نه 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 نه. اینو شنیده بودیم. پیرشم وقتی قورباغه ها افتی کشم، حق بده انقدر پیر بشم، فکر نکن که دست میکشم، من ادامه میدم حتی اگه دستگیر بشم، شروع کاریمو از 6 و تمام. و خیلی باحال بود، خصوصا اون ترکیه که پاپ آرنبی ترکیب کرد، فول تکنیک، اصلا خیره کننده بود. ممنون از ویدیویی که میفرستیم. من باز هم آیدی اشکان رو براتون میذارم، حالا در واقع بی اجازه ایشون، و شما لطف کنید هر ویدیویی که مد نظرتون است برای ایشون ارسال کنین و ایشون محبت میکنن و به دست من میرسونن. امیدوارم که لذت برده باشیم، مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار. دوستتون دارم شدید، به مدت مدید. خداحافظ.